سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به شبکه کاربرد. توی این قسمت قرار ماشینای بین 10 میلیارد تا 20 میلیارد رو با هم بررسی کنیم، ببینیم کدومشون ارزش خرید دارن، اصلا چه گزینه‌هایی هست که شما انتخاب بکنید. عرفان هم اینجا با ما هست، قرار تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بذاریم تا شما بتونید بهترین تصمیم گیری رو داشته باشید. چطور عرفان؟ سادا جان سلام، خوبی؟ ارادت، خیلی مخلصیم. آقا از 10 تا 20 تومن چه گزینه‌هایی داریم؟ ببین گزینه‌ها که نه کم نه زیاد، ولی خب یه چیزی که اول کار بخوام بگم، الان 10 تا 20 تومن دیگه شما هر چیزی که بخری کارو تقریبا میگم بستی. الان بس دله، بس سلیقه، هر چی بگیرید خوبه. شما هر چی بگیرید خوبه. دسته مرفهین بی درد محسوب میشید و هر چیزی که بگیرید خوبه. 3% بالای سطح جامعه میشه. آره شما 3%ین جز اون 3%. و عرض به حضور سادا جان، برای استارت کار حالا من از قیمت‌های کمتر شروع میکنم. اولین انتخاب که کمری لومیر ژاپنه که میشه اون نسخه فوله که حالا هداپ و گرم کن سرد کن و صندلی عقب سفارش عربستان، آره تبلت و نمیدونم هداپ و کلی چیز میز داره که به واسطه این که حالا با اون نسخه 7-8 تومانیش هم تقریبا ظاهری هیچ تفاوتی نمیکنه اگر ژاپن باشه. به نظر من ارزش خرید نداره. منم منطقی به نظرم نیست خرید این ماشین با این قیمت، چون طبیعتا دیگه با این هزینه من دنبال یه چیزی میرم که یه خورده پرستیژ بالاتری داشته باشه. من دنبال کمری نمیرم. کاندید توی عرض بزرگت برند خوش ستاره بنز هم یه چند تایی داریم. E250 میشه. E250 حدوداً زیر 11 فکر میکنم بتونن. البته که الان تاریخ امروز چندمه؟ فکر کنم 19. امروز 19 آبان 1404. ما داریم امروز میگیریم. حالا اون موقع که شما این کلیپ رو میبینید قیمت چقدر هستش من اطلاع ندارم. S500 رو داریم بعد از عرض امروز 20ه. 20ه. آره. خب من یه روز عقبم ببرم. 20م امروز. خب 20ه. S500 رو داریم توی انتخاب هامون که من خیلی باش نیستم حقیقت. مدل 2010 تقریبا 10 اینا. آره 9-10 اینا میتونن بگیرن. یه پله هم اگر بیایم بالا توی بنز ها، ما E200 2017-18 هم داریم که به نظرم ظاهرش به اون 15-16-17 میلیارد نمیخوره. یعنی CLS 500 هم CLS 500 رو طبیعتا دوست دارم من، یعنی کسی نیست که از CLS 500 اصلا بدش 13 تومن 12 تومن حالا بسته به تا 14 دیگه نهایت. بیشتر از 14 بهش پول ندید. ماشینی که دیگه هرچند علاقه من زیاد داره ولی خب عمرش گذشته و رفته واردات هم داره باز میشه و این مشکل این قیمت ها اینجوری نمیمونه احتمالاً. واردات باز حالا توی برند پورشه چند تا کاندید داریم جذاب که شما بخوای حساب کنیم. من پانامرا فورس توربو رو خیلی دوست دارم. پانامرا فورس میتونن بگیرن. V8 ماکان پورشه بالای 10. آره V6ش زیر 10 V6ش زیر 10. آره نه ما الان بحثمون فورس. ماکان 2017 اینا فول بکل فول بلک پکیج رو میتونن تهیه کنن که حالا آینه دوشاخ و رنگ زون و چراغ DLS پلاس و کورنو اینا همه رو داره و دیگه از برند پورشه من چیزی نمیبینم. خب پورشه همین دوتاست. آره بخوایم بریم توی حالا رقیب مستقیم مرسدس که میشه هم میشه ولی خب حالا کاین دیگه ارزش خرید نداره. مدل بالاترش ولی خب دیگه کاین خیلی دردسر داره ساده. خیلی دردسر داره. نگهداریش یه مقدار زمانبر و هزینه بره. رقیب مستقیم بنز رو بخوایم بهش نگاه بندازیم BMW رو 530 میتونن 530 و 730 یا X4 دیگه خیلی نو که دیگه حالا تو این رنج قیمتی خیلی باشه. X4 تا 10-10.5 نهایت بیشتر نمیاد. X4 آره X4 البته فولش تمیزش حدود 11 تومن. آره نسخه 17-16 و یه ماشین اینجاست که من یعنی اصلا پیشنهاد میدم شما اصلا سرچش هم نکنید ببینید قابلیتاش چیه، اصلا چه آپشنایی داره. تویوتا هایلندر یعنی از لحاظ نما صفره. آره 0.25 ولی خب ظاهرش نهایت من میگم 4-5 میلیارد با ارفاق، یعنی اصلا بهش نمیخوره 15 تومن 14 تومن. به نیسان ترا بگیرید دیگه. والا ترا فکر کنم از این هم هیبتش بهتر باشه هم از باب قیمتی. و هایلندر که وایدلندر رو نمیدونم چی لندر اینا زیاد هست. های بایلندر و اینا دقیقاً. و توی وارداتی های صفر هم من حالا اینا رو جدا کردم از کارکرده ها. C200 لانگ رو داریم 2025 و عرض به حضورت بنز GLB رو داریم که کراسووره
و اونم فکر کنم موتورش 1300 توربو که یه 200 تیپ 2 زیر کاپوتشه با یه توربو که اون هیچی. البته ما جفتمونم تیپ 2 داریم ولی دیگه حالا بالاخره توهین نباشه، یه موقع منظورم اینه. X2 و 225 BMW رو داریم، یعنی BMW X2 BMW 225 که این نسخه 225 خوشبختانه مونتاژش آلمانه و یه موتور 2 لیتری توربو داره با یه گیربکس 2 کیلوجه اگه اشتباه نکنم 9 سرعته یا 8 یا 9، حالا دقیق خاطرم نیست. لنکروز هم میتونن بگیرن. می‌خواستم آخر سر بگم لنکروز هم که تا دلتون بخواد ولی خیلی من موافقش نیستم. فقط یه نکته توی خرید لنکروز هستش که حتما معاملتون رو توی تعویض بلاک انجام بدید. یعنی بیانیه بدید، قرارداد بنویسید، شرط کنید که میریم تعویض بلاک، اگر معامله شد چک بانکی رو ما چک تضمین شده رو تقدیمتون می‌کنیم. علتش هم اینه که قیمت کمری توی امارات، عراق، کشور خلیج کمری گفت. آره لنکروز 1.5 میلیارد تا 2 میلیارده. کارکرد 2011 10 12 13 آره خیلی تمیزش. اینا رو میرن از اونور میارن، قاچاقی میارن، بعد سوارش میکنن روی ماشینی که اینور حالا چپ کرده، ترکیده، پوکیده و یه ماشین بی اصالت 2 میلیاردی رو تبدیل میکنن به یه ماشینی که به ظاهر با اصالت و قیمتش مثلا 15 میلیارده. به خاطر این اختلاف و سود عجیب غریبی که داره خیلی اومدن اصلا تو این زمینه دارن فعالیت میکنن. خیلی هم استادانه کارشون انجام میدن، خیلی کارشون تمیزه. یه دونه لنکروز من سراغ داشتم که 3 بار در عرض 2 ماه این تعویض بلاک شده بود و بار سوم گیر خورده. یعنی 2 تا تعویض بلاک هم تشخیص نداده بودن که این حتی موتورش یا اتاقش ایراد داره. به خاطر همین خیلی حواستون باشه به لنکروز. سر همینم میگم خیلی پیگیر لنکروز. حالا علاقه است دیگه، این از این مسیر برید، اگر علاقه دارید میتونید بگیرید. خب بالاخره ماشین بی دردسری هستن نظر فنی، یه اوورهالش بکنید یه اون ماشینه، ولی حواستون باشه. و حالا برسیم به بحث انتخاب. کروسوور چی برمی‌داری بین اینا؟ من بین اینا ماکان 17 برمی‌دارم. ماکان 17 باهات موافقم و ماکان 17 باهات موافقم. آره. و عرض به حضور توی سواری‌ها چی برمی‌داری؟ توی سواری‌ها من 730 برمی‌دارم. 730. آره. من یه ذره دردسر دوست دارم، بیشتر میرم سمت پانامرا 4S. پانامرا توی سواری‌ها. ولی تو کروسوور باهات موافقم، به نظرم پانامرا ماکان به نظرم بهترین انتخابه. میزان ریسک پذیریتون خیلی مهمه توی انتخاب ماشین. بله درست. شما مثلا اگر سراغ یه دونه 4S میرین، ماشین 8 سیلندری که حالا توربو هم داره و مدلش مثلا 2011 12 بعد اینو در جریانش باشین که درد سر داره نگهداریش، ولی خب لذت سواری زیادی هم داره. این نکته رو بهش دقت بکنید. منطقی بخوام فکر کنم منم 730 برمی‌دارم. 730 آره. این خودت. 730 و ماکان. من به نظرم برنده این رقابت همین دوتا ماشینه که از لحاظ پرستیژی و از لحاظ نگهداری حداقل یک مقداری جلوتر از بقیه، یعنی استاندارد کلی رو ما باید در نظر بگیریم. اگر عشق گاز دادن اون بحث شداست، این فرق میکنه. کلا دنبال به نظرم یه ماشینی باشن که به ریسک همون قضیه که خودت ریسک هزینه و تعمیرات نیفتن، چون دیگه خودت هم میدونی الان بازار قطعات و مکانیک و جسارت به هیچ صنفی ما نمی‌کنیم. هم مکانیک کار درست باید بشناسید برای اون کار که خیلی کمه، ما نمیگیم نیست، کمه. هم قطعه فروشی که بتونید قطعه اصلی رو ازش بخرید، یعنی سوای اون ریسکای هزینه‌ای شما یه ریسک قطعات و مکانیک هم دارید. من خیلی دنبالشون نمیرم. پس گزینه دیگه نمیمونه، گزینه‌مون همیناست. نه همیناست. و ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید. حتما ما رو سابسکرایب کنید، ویدیومون رو لایک کنید که ایشالله با انرژی خیلی بیشتری براتون محتوا تولید کنیم و ویدیوهای با کیفیت تری براتون بسازیم. ارادتمند شما.